салом дӯстон, инак реал ва манчестер сити дар лигаи чемпионҳо имсол низ рақиби ҳамдигар шуданд, аммо қаблан дар нимфинал ва финал вомехӯрданд. Инак дар марҳилаи гузаришӣ рақиби ҳамдигар шуданду аз ин ду даста яке тарки мусобиқа мекунад. Бозии аввал ба суди мадридиҳо ҷамъбаст шуд. Акнун дар бозии ҷавобӣ кӣ ғалаба мекунад? Инро аз мухлисони футбол мо пурсон шудем. Ну, я думаю, что Сити. Сити, как и Барселона, никогда не умеет играть на удержание счета. В этой игре им терять нечего, поэтому они побегут вперед. А когда Сити играет на атаку, у них все больше получается и лучше. Concernant le match, ça sera بازی ریال و منچستر سیتی همیشه جالب برگزار می شود. امسال نیز برای جایزه لیگ چمپیون ها رقابت را ادامه می دهند. راستی منچستر سیتی وقتهای اخیر حالتش خوب نیست. پس از جراحت رودری از لحاظ تاکتیکی دسته در میدان خود خوب بازی کرده نمی تواند. ریال هم مشکلی ها دارد. به خصوص در بازی اول قریب یگان فوتبال بازی محافظتش نبود، اما خوب بازی کرد. من فکر می کنم که برتری ریال در بازی دوم نیز بیشتر است. در مادرید باید ریال غلبه کند، اما این فوتبال است. شاید منچستر سیتی بازی اساسی خود را نشان داده تواند. اگر همین طور شود، آن وقت ریال غلبه به دست آورده نمیتواند. qui vont les pousser à fond pour obtenir la qualification. Donc je pense que ça sera un match difficile. با گفتی من اگر با آمارها نگاه کنیم در بازی سه بازی آخر است در لالیگا ریال مادرید میسر نمیگردد، مثلا هر سه بازی آخرش مساوی کردگی است. با فکر من دسته منچستر سیتی در این بازی پیروز می شود، برای آنکه در بازی آخر خیلی بازی خوب نشان داد. اما مخلصان منچستر سیتی هستند. منچستر سیتی به پیش. ریال مادرید در میدان خانگی البته بازی خوب نشان میدهد، گرچه که الکی آنها در بازی اول با حساب 3-2 بر منچستر سیتی ظفر یافتند، اما مشکلات‌های دسته منچستر سیتی باز هم شاید در برنابئو دیده شود. اما فکر میکنم اگر منچستر سیتی در این بازی از بازیگرانی نوی که به هیاتش جلب کرده است، به مانند عمر مرموش و عبدالقادر حسینوف و نیکو گانسلس و دیگر بازیگران، شاید نتیجه به دست آورد. در بازی آخری که منچستر سیتی داشت اونجا مرموش خطری کرد و آن بازیگرانی که البته نو در روزانه ترانسفر زمستانه دسته به هیاتش جلب کرد، بسیار هم یک بازی خوب نشان دادند. با باوری گفتن نیز میتوانیم که گواردیولا در بازی جوابی از همینها کار میگیرد و شاید نتیجه دلخواه نیز به دست آورد. اما فکر میکنم که ریال مادرید به دوری بعدی میرود. اگر با نتیجه بازی گذشته تکیه کنیم، برتریت من باز هم با دسته شاهانه داده می شود، چون که ببینید که در یک حالت خیلی وزنی که در خط دفاع قریب که یگان بازیگر کسبی یا که تجربه دار نداشتن، فقط راول اسنسیو و فرانک گارسیا و حتی لوکاس واسکس و چندین بازیگرانی بودند که آنها تجربه نداشتند، ولی با این گونه کرده خط نیم محافظه و حمله دسته ریال مادرید اون گونه کار کرد که ما خط دفاع رو حتی حس نکردیم. برای همین من گفتم میتوانم که بعد اومدن آنتونی رودیگر، من میگم که آنتونی رودیگر در بازی مقابل منچستر سیتی با میدان میبراید و راول اسنسیو و فرانک گارسیا اثبات کردند که آنها میتوانند در چنین بازی‌های کلان خود را نشان داده. برای همین باز هم برتری با دسته شاهانه داده می شود، هرچند که باز در میدان سانتیاگو برنابئو است. من فکر میکنم که ریال مادرید در این بازی غالب می شود، چون که آنها در انگلیا نیز 3 گل زدند. مادرید در میدان خود برای غلبه بازی خواهد کرد. امکانیت ها رو 70-30 به فایده صاحبان میدان می دهم. گفتم میتونم که بازی 3 گل می شود، البته باز 4-3 یا 3-2 3-1 هم خیلی ریال میبرد. Ну да, есть проблемы в обороне, в середине поля. Ну, последняя игра с Ньюкаслом показала, что те новички, которых вот Гвардиола ставит в состав, оправдывают доверие. Ника Гонсалес, тот же Хусанов могут преподнести сюрприз. این بازی اهمیت خاصه دارد. برای چی؟ برای اینکه پپ گواردیولا در بازی گذشته توکل نکرد، بازیگرانی که نو خریداری کرده بود و میدان نبرآورد قریب که، ولی در بازی نوبتی و اکنون گفت که حیات رو عوض میکند. مثلا عمر مرموش و همچنین عبدالقادر به جای اکانجی بازی میکند که در بازی گذشته او 3 برداشت. خب اکنون از این بازیگران اندکی هراس کردن لازم است، برای آنکه بعد ریال آنها الکی یک بازی در یک جای بازی کردن با عمر مرموش خطری کرد و سطح بازی منچستر سیتی آنگونه گشت که ما چند سال پیش میدیدیم. دوستان گرامی، این بودند چند اندیشه مخلصان فوتبال در مورد بازی جوابی دسته‌های ریال مادرید و منچستر سیتی. شما چه اندیشه دارید؟ حتما در پایان این ویدیو فکر خود را بنویسید. خیر تا دیدارهای نوبتی، سربلند بمانید.